به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با معرفی کتابی از کتاب‌های فریدریش فون هایک شروع می‌کنیم. ابتدا من زندگی نامه ای رو خیلی کوتاه از آقای هایک میخونم و بعد کتاب رو به شما معرفی میکنم. زندگی نامه و معرفی کتاب‌های فریدریش فون هایک. فریدریش هایک با نام کامل فریدریش آگوست فون هایک در 8 می 1899 در وین اتریش به دنیا آمد و در 23 مارس 1992 در فرایبورگ آلمان چشم از جهان فرو بست. او اقتصاددانی بریتانیایی اما اتریشی الاصل بود که به دلیل انتقاداتش از دولت رفاه کینزی و سوسیالیسم توتالیتر در مرکز توجه قرار گرفت. هایک در سال 1974 جایزه نوبل اقتصاد را با گونار میردال اقتصاددان سوئدی به صورت مشترک برنده شد. او یکی از اعضای مکتب اتریشی در اقتصاد بود که مقابل مکتب کینز قرار می‌گیرد. بیوگرافی فریدریش فون هایک. پدر هایک آگوست پزشک و استاد گیاهشناسی در دانشگاه وین بود. مادر او فلیسیتاس دختر فرانتس فون ژوراش پروفسور بود و بعدها کارمند برجسته دولتی شد. از آنجایی که خانواده مادری هایک نسبتاً ثروتمند بودند، هایک و 2 برادر کوچکترش دوران کودکی راحتی را در وین سپری کردند که در آن زمان پایتخت امپراتوری اتریش مجارستان بود. در طول جنگ جهانی اول هایک در توپخانه میدانی در جبهه ایتالیا خدمت کرد و پس از جنگ در دانشگاه وین ثبت نام کرد. هایک در سالهای اولیه دانشگاه جذب حقوق و روانشناسی شد، اما در سال 1921 برای اولین بار تمام توجه خود را معطوف به رشته حقوق کرد. در میان همکلاسی‌های او تعدادی از افراد اقتصاددان برجسته بودند، از جمله فریدریش ماچلوف، گوتفرید فون هابرلر و اسکار مورگنسترن. در سال 1933 آخرین سال تحصیل او در دانشگاه هایک زیر نظر اقتصاددان اتریشی فریدریش فون ویزر تحصیل کرد و دومین دکترای خود را در اقتصاد سیاسی دریافت کرد. او همچنین در دفتری دولتی به صورت موقت شروع به کار کرد. او همچنین در آنجا با لودیک فون میزس نظریه پرداز پولی و نویسنده کتاب قطور نقد سوسیالیسم آشنا شد. کتاب فون میزس در سال 1936 با عنوان سوسیالیسم، تحلیل اقتصادی و جامعه شناختی ترجمه شد. فون میزس به سرعت به مرید هایک بدل شد. هایک پس از سفری به ایالات متحده در سالهای 1924 و 1923 به وین بازگشت. ازدواج کرد و با کمک فون میزس مدیر مؤسسه تازه تأسیس اتریش برای تحقیقات چرخه تجاری شد. هایک همچنین یکی از شرکت کنندگان دائمی سمینار 2 هفته‌ای فون میزس شد. امتحان شفاهی لازم برای تبدیل شدن به استاد دانشگاه را از سر گذراند و اولین کتاب خود را با عنوان نظریه پولی و چرخه تجارت در سال 1929 منتشر کرد. در اوایل سال 1931 لیونل رابینز هایک را به انگلستان دعوت کرد تا 4 سخنرانی درباره اقتصاد پولی در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن LSE ارائه کند. این سخنرانی‌ها در نهایت در سال بعد منجر به انتصاب او به مقام پروفسور علوم اقتصادی و آمار در LSE شد. LSE جایی بود که هایک تا سال 1950 در آنجا ماند و در سال 1938 به تبعه بریتانیایی تبدیل شد. فریدریش هایک
بلافاصله پس از ورود به انگلستان با جان مینارد کینز اقتصاددان دانشگاه کمبریج درباره نظریه‌های خود در باب نقش و تأثیر پول در اقتصاد توسعه درگیر بحثی شد. هایک در سال 1930 بررسی انتقادی طولانی بر کتاب کینز رساله‌ای درباره پول نوشت که کینز با قاطعیت به آن پاسخ داد و در جریان آن به کتاب اخیر خود هایک قیمت‌ها و تولید حمله کرد. سایر اقتصاددانان به خاطر این کار از هر دو اقتصاددان انتقاد کردند و این باعث شد که هر کدامشان در چارچوب خود تجدید نظر کنند. کینز اولین کتاب خود را به پایان رساند و در سال 1936 کتابی را منتشر کرد که احتمالاً مشهورترین کتاب اقتصاد قرن به نام نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول است. کتاب هایک یعنی نظریه ناب سرمایه تا سال 1941 منتشر نشد و هم جنگ جهانی دوم و هم غیر شفاف بودن کتاب باعث شد که نسبت به آثار کینز کمتر به آن توجه شود. همچنین هایک در اواسط دهه 1930 در بحثی بین اقتصاددانان درباره شایستگی سوسیالیسم شرکت کرد. این بحث‌ها به شکل‌گیری ایده‌های بعدی او درباره اقتصاد و دانش کمک کرد و در ادامه اینها بود که او در نهایت این ایده‌ها را در سخنرانی ریاست جمهوریش در سال 1936 در باشگاه اقتصادی لندن ارائه کرد. در طول سالهای جنگ کلاس‌های LSE در کمبریج برگزار می‌شد. در آنجا هایک روی پروژه سوء استفاده از عقل کار کرد. نقدی گسترده از مجموعه‌ای از آموزه‌ها بود که آن را با عنوان علمگرایی جمع‌آوری کرد. او آن را تقلید برده‌ای از روش و زبان علم می‌دانست که جامعه از آن پیروی می‌کرد و از دانشمندانی انتقاد کرد که روش‌های علوم طبیعی را در حوزه‌هایی که نامناسب بود به کار گرفته بودند. این پروژه ها همانطور که در ابتدا تصور میشد هرگز تکمیل نشد، اما مبنایی برای تعدادی مقاله شد و همچنین منجر به انتشار مشهورترین کتاب هایک راه بردگی در سال 1944 شد که بلافاصله به پرفروشترین کتاب سال تبدیل شد. در همان سال هایک به عنوان عضو آکادمی بریتانیا انتخاب شد. در پایان جنگ جهانی دوم هایک کار روی کتاب روانشناسی نظری را بر اساس مقاله‌ای آغاز کرد که در دوران دانشجویی خود در وین نوشته بود. در سال 1947 او نشستی از 39 محقق از 10 کشور را در مونت پرلین در دریاچه ژنو در رشته کوههای آلپ سوئیس ترتیب داد. این آغاز انجمن مونت پرلین بود، سازمانی که به بیان اصولی اختصاص داشت که منجر به ایجاد و حفظ جوامع آزاد میشد. فون میزس، رابینز و ماچلوف از جمله شرکت کنندگان اصلی بودند. میلتون فریدمن، فرانک نایت، جورج استیگلر، آرون دیرکتور، مایکل پولانی و فیلسوف اتریشی کارل پویر یا کارل پوپر نیز از جمله شرکت کنندگان این انجمن به حساب می آمدند. هایک در پایان جنگ در آوردن پوپر از نیوزلند به LSE نقش مهمی داشت و همچنین برای کتاب جامعه باز و دشمنان آن پوپر ناشری پیدا کرده بود. از اینجا بود که دوستی مادام العمر هایک و پوپر آغاز شد. در سال 1950 هایک LSE را برای سمتی در کمیته تازه تأسیس اندیشه اجتماعی در دانشگاه شیکاگو ترک کرد. در سال 1952 کتاب روانشناسی او یعنی نظم حسی و مجموعی از مقالات او از پروژه سوء استفاده از عقل با عنوان ضد انقلاب علمی مطالعاتی درباره سوء استفاده از عقل منتشر شد. هایک 12 سال را در شیکاگو سپری کرد. در مدتی که در آنجا بود مقالاتی درباره تعدادی از موضوعات مختلف نوشت، از جمله فلسفه سیاسی، تاریخ ایده‌ها و روش شناسی علوم اجتماعی. جنبه‌هایی از تحقیقات گسترده او در کتاب او در سال 1960 در زمینه فلسفه سیاسی یعنی ساخت آزادی گنجانده شد.
در سال 1962 هایک شیکاگو را به مقصد دانشگاه فرایبورگ در آلمان غربی ترک کرد. او تا زمان بازنشستگی در سال 1968 در آنجا ماند و در آن زمان کرسی استادی افتخاری را در دانشگاه سالزبورگ در اتریش پذیرفت. در سال 1974 هایک جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد که از قضا با گوتار میردل که دیدگاه سیاسی و اقتصادیش اغلب مخالف او بود مشترک بود. هایک در سال 1977 برای همیشه به فرایبورگ بازگشت و کار روی آنچه اکنون کتابی 3 قسمتی است به نام قانونگذاری و آزادی به پایان رساند. این کتاب انتقادی است از تلاش‌هایی برای توزیع مجدد درآمد که در آن سالها به نام عدالت اجتماعی در جریان بود. بعدها در دهه 1970 تکنگاری هایک به نام خصوصی سازی پول را مؤسسه امور اقتصادی در لندن منتشر کرد. این مؤسسه یکی از بسیاری از اندیشکده‌های لیبرال کلاسیک بود که هایک به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تأسیس آن نقش داشت. در اوایل دهه 1980 هایک نوشتن آخرین کتاب خود درباره نقد سوسیالیسم را شروع کرد. از آنجایی که وضعیت سلامتی او رو به وخامت بود، محقق دیگری یعنی فیلسوف ویلیام دبلیو بارکلی سوم به ویرایش جلد نهایی غرور مهلک که در سال 1988 منتشر شد کمک کرد. هایک 4 سال بعد درگذشت. البته به اندازه کافی عمر کرده بود تا اتحاد مجدد آلمان را ببیند. اندیشه‌های فون هایک. نوشته‌های هایک 7 دهه را در بر می‌گیرد. او در بیشتر دوران بزرگسالی خود به طور حرفه‌ای فعال بود و در رشته‌های مختلفی از جمله اقتصاد، فلسفه سیاسی، روانشناسی، تاریخ عقاید و فلسفه و روش‌شناسی علوم اجتماعی مشارکت داشت. او که یکی از اعضای مکتب اقتصاد اتریش بود، بخشی از سنتی بود که از نظر سیاسی به حاشیه رانده شده بود. به عنوان مثال در آن دهه و دهه بعد هایک از اقتصاد بازار آزاد و دکترین‌های سیاسی لیبرال کلاسیک حمایت می‌کرد. زمانی که بسیاری از روشنفکران سیاست‌های سوسیالیستی و دولت رفاه را فراهم کننده راه میانه بین تمامیت خواهی به ویژه در اشکال کمونیستی یا فاشیستی آن و شکست‌های سرمایه‌داری بی‌بندوبار مخصوصاً پس از رکود بزرگ می‌پنداشتند. اقتصاد در میان اقتصاددانان به تحلیل هایک از نقش مفروضات معرفت در نظریه‌های اقتصادی بسیار توجه شد. هایک در دهه 1930 زمانی که نظریه‌های تعادل ایستا در آن دوران مدل‌های اطلاعاتی کاملی به حساب می‌آمدند، توسعه ایده‌های خود را شروع کرد. به عبارت دیگر آنها فرض کردند که همه عوامل به اطلاعات عینی درست یکسان دسترسی دارند. هایک معتقد بود که چنین مدل‌هایی نمی‌توانند نقش قیمت‌های بازار را در ارائه اطلاعات به فعالان بازار روشن کنند. نقد سوسیالیسم. هایک در طول زندگی خود بارها از سوسیالیسم انتقاد کرد و اغلب آن را در مقابل سیستم بازارهای آزاد قرار می‌داد. اگرچه نقدهای قبلی او مبتنی بر دلایل اقتصادی بود، اما بعدها در طرح ادعای خود از استدلال‌های سیاسی، اخلاقی و غیره نیز استفاده کرد. خود بحث‌های اقتصادی او ابعاد زیادی داشت. هایک خاطر نشان کرد برای مثال قیمت‌های بازار که منعکس کننده ارزیابی میلیون‌ها شرکت کننده در بازار است، برای محاسبه کارآفرینی ضروری است. آنها به صاحبان شرکت‌ها اجازه می‌دهند تا مقرون به صرفه‌ترین ترکیب از ورودی‌های فناوری امکان‌پذیر را انتخاب کنند. هایک اظهار داشت که در دنیای تغییرات دائمی که در آن هر تغییر قیمت باعث می‌شود شرکت کنندگان در بازار تقاضا و عرضه خود را تغییر دهند که منجر به تعدیل‌های دیگر تا بی‌نهایت می‌شود، هیچ سیستم شناخته شده‌ای نمی‌تواند با توانایی فرایند بازار برای تعدیل مداوم مطابقت داشته باشد. سرحدات علوم اجتماعی. هایک حتی در نوشته‌های اولیه اش بر نقش محدود کار
تجربی در اقتصاد تاکید داشت. این تا حدی به دلیل وابستگی او به مکتب اتریشی بود که کارش با نبرد بر سر روش‌ها با مکتب تاریخی آلمانی اقتصاددانان در آغاز قرن 20 شکل گرفته بود. طرف اتریشی اصرار داشت که رویکرد نظری در مقابل رویکرد کاملا تجربی به علوم اجتماعی هم ممکن و هم مثمر ثمر است و همه مشاهدات چارچوب نظری اساسی را پیش‌فرض می‌گیرند. در دهه‌های بعد اقتصاددانان اتریشی با اطلاع آموزه‌های پوزیتیویستی و دیگر آموزه‌های تجربی رادیکالی در فلسفه علم به مخالفت برخاستند. میراث فریدریش فون هایک. ایده‌های روانشناختی هایک مانند همه کارهایش در پس زمینه بحث‌های شدید درباره قابلیت و مناسب بودن سیستم‌های سیاسی و اقتصادی جایگزین شکل گرفت. بهترین ایده‌های او فراتر از شرایط شکل‌گیری آنهاست. اگر هایک میراثی دارد، بخشی از آن یادآوری دائمی این است که دانش بشری محدود است و درک این محدودیت اولین قدم به سوی خرد است. بخش دیگری از پیام او این است که بسیاری از نهادهای اجتماعی دقیقاً به این دلیل پابرجا می‌مانند که مردم را قادر می‌سازند در دنیایی که دانش در آن محدود است به بقا ادامه بدهند و شکوفا شوند و تلاش‌ها برای ایجاد مجدد نهادها که اغلب با بهترین نیت‌ها انجام می‌شود علت بسیاری از بدبختی‌های انسان است. مروری بر کتاب‌ها و آثار فریدریش فون هایک. کتاب نظریه ناب سرمایه. نظریه ناب سرمایه تا سال 1941 منتشر نشد و هم جنگ جهانی دوم و هم غیر شفاف بودن کتاب باعث شد که نسبت به آثار کینز کمتر به آن توجه شود. کتاب راه بردگی مجموعه‌ای از آموزه هاست که هایک آن را با عنوان علمگرایی جمع‌آوری کرد. او آن را تقلید برده‌وار از روش و زبان علم می‌دانست که جامعه از آن پیروی می‌کرد و از دانشمندانی انتقاد کرد که روش‌های علوم طبیعی را در حوزه‌هایی که نامناسب بود به کار گرفته بودند. این پروژه همانطور که در ابتدا تصور می‌شد هرگز تکمیل نشد، اما مبنایی برای تعدادی مقاله شد و همچنین منجر به انتشار مشهورترین کتاب هایک راه بردگی در سال 1944 شد که بلافاصله به پرفروش‌ترین کتاب سال تبدیل شد. کتاب ساخت آزادی. هایک 12 سال را در شیکاگو سپری کرد. در مدتی که در آنجا بود مقالاتی درباره تعدادی از موضوعات مختلف نوشت، از جمله فلسفه سیاسی، تاریخ ایده‌ها و روش‌شناسی علوم اجتماعی. جنبه‌هایی از تحقیقات گسترده او در کتاب او در سال 1960 در زمینه فلسفه سیاسی یعنی ساخت آزادی گنجانده شد. خب من قصدم از این وایس این بود که آثار فریدریش هایک رو برای شما معرفی کنم که بسیار عالی هستند در زمینه اقتصاد و روانشناسی و یکی از کتاب‌هاش رو فقط خیلی خیلی کوتاه برای شما میخونم. البته هم به راه بردگی و هم به راه بندگی این کتاب ترجمه شده به این عنوان که راه بندگی به روایت کاریکاتور اسم این کتاب، نویسنده فریدریش هایک هستش، مترجم محمود صدری و انتشارات دنیای اقتصاد هم این کتاب رو چاپ. پرده اول، جنگ برنامه‌ریزی ملی را تحمیل می کند. دولت مصمم شده است اقتصاد را شکوفا کند و ملت برای افزایش قدرت بسیج دولت با خرسندی از آزادیش چشم‌پوشی کرده است. ملت می‌داند که باید کاری کند که کشور از محاصره دشمنان خلاص شود. همه نیروهای کشور توسط برنامه‌ریزی دولتی بسیج شدند تا ملت را غرق سعادت و رفاه کنند. می‌خواهند همه شاغل باشند و برابر. پرده دوم، هواداران ادامه برنامه‌ریزی پرشمارند. پیش از آن که جنگ جهانی دوم پایان یابد، بحث‌ها بر سر ایجاد کمیته تولید در عصر صلح در می‌گیرد. برنامه‌ریزان عصر جنگ که می‌خواهند قدرت خود را در زمان صلح هم حفظ کنند، مشوق ایده کمیته تولید می‌شوند.
که من دیگه بیشتر از این برای شما نمیخونم چون کتاب‌های بسیار زیبایی داره آقای هایک، ولی کتاب‌ها رو 3 تا کتاب معروفش رو برای شما در تیتر روی پادکست میذارم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.